امروز میخوام بدون یه پکی هدیه‌ای که هم مشتری سازمان خیلی ازش استقبال که هم مشتری خونگی رو بهتون معرفی کنم. پک کرشمه که شامل یه گلدون 20 فیروزه، یه قلم دونه 15x20 خاتم، یه خودکار خاتم جعبه دار، یه سفره 1x1 ترمه با یه جعبه چوب ترم است. البته این خدمت بگم که این گلدون قابلیت تغییر به هنرهای دیگری داره که قیمتش مناسب تر میشه. برای دیدن محصولات بیشتر حتما کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. ما این پک رو براتون باز کردیم که تک تک محصولات رو بدون معرفی بکنیم. اول از همه راجع به این سفره ترمه توضیح بدم. ببینید این سفره ترمه اولندش که در رنگ‌های مختلفه، رنگ آبی فیروزه یا سبزشه، ولی ترمه پلی استره، ابریشم نیست. اگه ابریشم باشه قیمت این پک بالاتر میره. پشتش هم کامل آستردوزی شده. یه گلدون 20 سانتی فیروزه داریم که همونجور که گفتیم میتونید هنرهای مختلف استفاده بکنید. خاتم باشه، مینا باشه، الماس تراش باشه یا مثل پرداز که باز قیمتش تغییر میکنه. یه قلم دونه 2 قیفه خاتم 15x20 داریم. 15x20 میتونید این خودکار خاتمتونم داخلش بذارید و حالا روی میز ازش استفاده بکنید. جعبه دار با در مگنتیه، کار خیلی شیک و پرفروشی هست. راجع به خاتم های توضیح خدمت بدم. خاتم تشکیل شده از سیم برنجی، استخوان شتر و چوبای رنگی که کنار هم قرار میگیره و بعد برش میخوره و حالا چسبونده میشه روی سطح کار. خب طرح مختلفی داره با توجه به میزان برنجش که سیم هم میگن سیم برنجیه و استخونش، قیمت کار پایین بالا میره. برای دیدن محصولات بیشتر یا ثبت سفارش به سایت ما مراجعه بکنید. این پست را لایک کنید و حتما کانال ما را سابسکرایب کنید.